نیاز نیازوف ساکن دهه تاجیک‌آباد ناحیه جبار رسولوف در حوله کوچک خود بیشتر از 12 اسب را پرورش می‌کند و به مسابقه‌های اسب دوانی و بزکشی آماده می‌سازد. او حدود 10 سال است که با این کار شغل می‌ورزد و می‌خواهد کسب چاواندازی اجداد خویش را زنده نگه دارد. اون رامتی من کلون کردیم ما راست گپ رسیه ها رو هم رفتیم کار کردیم اومدیم نشد با اومدیم این کسب بوبر گرفتیم شکرش خدا انا در پشتی هم اینا نون کار گفتیم گشتیم. این چاوانداز جوان نخستین اسبش را از مزد مهاجرت و بر عوض مبلغ چاروای خانگیش خریده است. حالا هر یک اسب ورزشی او نه کمتر از 30,000 سامانی ارزش دارد و از زادهای انگلیسی و ترکمنی جمع‌آوری کرده است. به این اسب‌ها موافق به قابلیت و چالاکیش نامگذاری کرده و در بین اسب‌هایش سیگر را که از روسیه خریده است تیزدو بوده است. سال گذشته این اسب در مسابقه نوروزی اسب دوانی در ناحیه ظفرآباد جای یکم را گرفته است. راست گپ یا اسب دادیم بالایش پول دادیم برای 75,000 سوم غلطی اکنون خیلی نصیب. غیر اسب‌های ورزشی این اسب پرور بیتل‌ها یا خود اسب‌های ماده نیز دارد و یک قسم درآمد خانوادگیش را از حساب نسلگیری ذات اسب‌ها و فروش آن می‌یابد. مقصد اساسی خریدن اسب‌های خوش‌زاد و قیمت به خاطر شرکت در مسابقه‌های اسب دوانی معرکه‌داران است که اساساً در فصل سرما یعنی از ماه اکتبر تا اپریل دایر می‌شود. ولی به تاکید وی امسال به بهانه پاندمی کووید 19 حالا معرکه‌داران اسب‌بازها را دعوت نکرده ایستادند. حاضر به خاطر که کرانتین شد سال حاضر تکلیف نکسادیان توی آورا بیاره کار ما هم یعنی بود که مقصد توی وی ما رو تکلیف میکنم ما رفته دوجه همین اسبای یگون مره میکنم ما ایگو توی میپرتان گوسفند میپرتان همین گرفته آواده میفروشیم و برای اینا برای خدای ما همین زندگی رو پیش میبریم. اسب‌تازی و اسب‌پروری یکی از نمودهای ورزش باستانی تاجیکان است. به جز اسب‌تازی مردم تاجیک به بزکشی هم توجه زیاد دارند و اسب بزکشی نیز نرخ خیلی گرانی دارد. به گفته علاقه‌مندان این ورزش اسب بزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20,000 دلار ارزش دارد. اسب پروری و اسب سواری ظاهراً شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخ اسب‌های آنها که در مسابقه ها شرکت می‌کنند به گفته حالدانها به صدها هزار دلار می‌رسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.